خب سلام همگی، عصرتون بخیر باشه. عرضم به حضورتون که امروز جلسه پرسش پاسخه بچه. من دسترسی میکروفون ها رو براتون باز میکنم. اینجا الان اومدیم که خود سوالاتتون ابهاماتتون رو تا به اینجا رفع کنید. حتما سوال بپرسید، هر چیزی که ته ذهنتونه و داره اذیتتون میکنه و اصلا خجالت نکشید که آیا الان مثلا بقیه نمیدونم مثلا اینو میشنون نمیخندن یا میخندن. اصلا اینا براتون مهم نباشه. لطفا سوالتون رو بپرسید واضح شفاف که بتونی اون مشکلتون باگتو حل کنی، وگرنه اون همش میمونه تو ذهنت و تو تبدیل میشه، اون فکره هی تبدیل میشه به نشخوار فکری و بدتر اذیتت میکنه. پس من اینجا دسترسی های اشتراک گذاری میکروفون رو براتون باز میکنم. بعد میتونید اینجا سوالاتتون رو بپرسید. حالا من امروزم یه خورده حالا ممکنه مثلا یه سری نکات رو در مورد مدیریت زمان، برنامه ریزی و اینها باهاتون صحبت کنم و بگم. خب بچه میکروفون بازه، میتونید که سوالاتتون رو بپرسید. تایپ هم میتونید کنید. اگه صدا نداری یه بار دیگه برو بیرون، بیا داخل خام نسودایی. باش، لایسنس هم میدم خانم گودرزی. بچه خجالت رو بذارید کنار. اگه فکر میکنم مثلا کسی صدا علیرضا وعدی خانی بیا، میکروفونت بازه، صدات میتونی چیز کنی، دستتو بردی بالا. باشه بچه ها، چشم، به همه تون من لایسنس میدم. همه شمایی که امروز این جلسه اومدید اسمتون هست. من آخر امشب لایسنساتون رو بهتون میدم. خب بگو علیرضا وعدی خانی. سلام، وقتتون بخیر. امین آقا خوبین؟ سلام ارادت، بپرس. من یه سوالی داشتم در مورد بیوریتم. اینکه من یه سایتی بود آنلاین رفتم بیوریتمو چک کردم، یه دونم تو اپلیکیشن و اینا هیچ چیزی مشخصی نداشت. من خواستم از چه اساسی داره محاسبه میکنه، فقط یه تاریخ تولد از من گرفت و اینو من درک نکردم. راستش خوندم ولی ببین بیوریت گفتم نه علمیه نه غیر علمیه، این چیزی این وسطه. اون چیزایی هم که این سایت هایی هم که هست، خب بعد خودت حدودی بسنجی. اون که تاریخ تولد داره ازت میگیره میخواد از ابتدا تا به الان تو محاسبه بکنه و باید تو بسنجی ببینی هست توی اون یا نه. ببین خیلی عوامل زیادی رو بیوریت دخیله، مثل تغذیه، مثل نحوه خواب، مثل میزان استرس، میزان اضطراب، فعالیت بدن. تمام اینها رو بیوریتم بدن انسان تاثیر داره. اخباری که در روز داره به آدم میشه، یه زمانی هستش که خب معلومه تو حالت خوبه، مودت خوبه، صبح بلند میشی با یه اخبار بدی از میشنوی. خب معلومه اصلا نمیتونی ایگنور کنی که بگی نه من مثلا الان حالم خیلی عالیه، مثلا چه میدونم رفتی مثلا مسافرت، به قول معروف داری به قول معروف خوش میگذره، بعد اونجا یه خبر بد بهت میشه. خب طبیعیه دیگه، اون بیوریتم به هم میخوره. خب مخصوصا تو این وضعیت که ما هستیم، اون چیزی که دیتایی که داره بهت میده اون سایت، اون اپلیکیشن یا اون مرجعی که داری ازش استفاده میکنی، باید دیگه خودت بسنجی که ببینی با حال و احوالات الانت مناسب متناسب توی یه راستاست یا نه. اگر هست که هیچ، اگر نیست خب عواملی که بهت گفتم باید بذاری دیگه: اضطراب، استرس، نحوه خواب، میزان ارزم بزرگ که مثلا غذاهایی که داریم میخوریم. خب خیلی تمام اینا تاثیر داره روی بحث بیوریتمتون. درسته. خیلی ممنون، خیلی کامل. خب بذار من این قانون پارکینسون یه بار دیگه بچه ها گفتن من بهتون بگم. ببین بذار من وایت بوردم رو شیر کنم. خب وایت بورد منو میبینید بچه ها؟ خوبه. حالا
ببین پارکینسون شما فرض کن که یک کاری رو مثلا کار A یا تسک A خب براش مثلا 2 ساعت در نظر گرفتی خب اما من هنوز چی ننوشتم روی تخته ها یا فکر نکنید من چیزی می نویسم و شما نمیبینید خب یه دسته فقط من اینو میگه قانون پارکینسون من اینجا بنویسم براتون میگه که آقا برای هر کاری به اندازه واقعی انجامش یا انجام دادنش زمان بده یا زمان اختصاص بده. آقا شما یک تسکی داری، تسک A. این تسک A چقدر زمان میبره؟ 4 ساعت. 4 ساعت دیدی میگن 4 ساعت مک، یعنی فیکس دقیق، یعنی نه حالا ممکنه مثلا بشه 3:45 خب ولی قرار نیست بشه 4:30 دقیقه. خب این غلطه. هر کاری رو به اندازه‌ای که براش زمان اختصاص میدیم به همون اندازه هم زمان میبره. این قانون پارکینسونه. پس تو اجرا هم باید همینجوری باشیم. پس توی زمان تعریف کردن برای انجام یک کاری چه برای خودتون چه برای دیگران زمان منطقی رو اختصاص بدیم که اون کار رو انجام بدیم. ببین من تجربیات خودم رو میگم. مثلا من به خودم ددلاین گذاشتم آقا من تو این حالا مثلا یه ماهش داره تموم میشه خب من توی این 2 ماه تا آخر سال مثلا میخوام 3 کیلو مثلا نیم کم بکنم. اگر مثلا مثلا این برای وزن کم کردنه، این برای کتاب خوندن هم میتونه باشه، این برای درس خوندن هم میتونه باشه. اگر من بیام بگم آقا من یک ددلاین مثلا 6 ماهه میذارم خب 2 3 4 و 5 من یک ددلاین چی میذارم 6 ماهه میذارم و میخوام توی این 6 ماه خب مثلا همون 4 کیلوگرم وزن کم کنم. خب من باید ببینم که آقا من توی هر 1 ماه چقدر میتونم وزن کم کنم. خب با استفاده ورزش رژیم هر چیزی. خب دیگه مثلا اگه میتونم توی 3 ماه من یه کاری رو جمع بکنم چرا باید 2 ماه اضافه بذارم؟ متوجه شدین که چی دارم بهتون میگم؟ شما میخوای آقا از الان میخوای برنامه ریزی بکنی خب مثلا برای اردیبهشت مثلا الان میزان زبان مثلا نمره زبانت مثلا بری آزمون ماک بدی 5، میخوای برای خودت 5.5 بگیری تا اردیبهشت. خب منابع یادگیری تو در میاری میریزی رو کاغذ، تو ذهن نمیذاریم ما هیچی نمیذاریم تو ذهن باشه، میریزیم تو کاغذ بودجه بندی زمانی میکنیم. بچه همتون کنکور دادیم، منم کنکور دادم، یعنی اونا هم که کنکور ندادن میدونن بودجه بندی با بودجه بندی آشنایید دیگه. بودجه بندی به قول معروف آموزشی. شما وقتی میخواید مثلا یه آزمون مثلا جامع بدی مثلا توی گاج یا قلمچی بودجه بندی اون آزمون معلوم آقا این درس‌ها از این کتابا، حتی آزمون سنجش هم آزمایشیش هم میخوایم بدین مشخصه. خب این دقیقاً همونه. وقتی تو میتونی توی تایم مشخصی خب اون کار رو انجام بدی
دیگه چه کاریه که تو یه خورده بیشتر اضافه بهش بکنی؟ یه خورده اضافه کردن بهش باعث میشه که بشکنه تو رو. بچه‌ها یه ویدیوی من میدیدم از این لیفتینگ، کسایی که ورزش لیفتینگ انجام میدن، این باسکولای خیلی سنگین و بلند میکنن. خب مثلا طرف 400 کیلو رو میتونست بلند بکنه از رو زمین برای 30 ثانیه، ولی این 400 کیلوه 2 تا 2.5 اگه بهش اضافه بشه باورتون نمیشه طرف میگه من نمیتونم دیگه اینو بلند بکنم. ببین شاید بگی آقا مثلا 2 تا 2.5 5 کیلو هیچی نیست. ببین اون میتونه تواناییش در حد 400 کیلوه. توانایی تو در طول یک روز خب در حد 15 صفحه خوندن از یک کتابه. دیگه 5 صفحه بهش اضافه بکنی مغزت قاطی میکنه. دیگه نمیتونی اونجوری که مفید و به قول معروف خیلی با کیفیت بتونی یاد بگیری. متوجه شدیم بچه‌ها؟ الان اوکی، مشکل این چیزتون حل شد، قانون پارکینسونتون. خب بذار من تکنیک جی تی دی رو بگم، بعد خان مختاری بیا بالا سوالتو بپرس. خب صبر کنید. خب گفته که تکنیک جی تی دی اون چرخشش رو به قول معروف بهتون بگم. اوکی یه لحظه من اجازه بده، چون من دارم از روی فایل پرزنتیشنم اونو پیدا میکنم، نمیخوام که یه وقت اشتباه بهتون بگم. خب تکنیک جی تی دی یه دایره است بچه‌ها. چرخه اینجا می‌نویسم چرخه تکنیک جی تی دی که مخفف چی بود؟ مخفف چی بود بچه‌ها؟ اونایی که میدونن Getting Things Done. کی نوشته این کتابو؟ آقای دیوید آلن. خب من اینجا دوباره اینو بنویسم که براتون یادآوری بشه که Getting Things که اول هر کدوم از اینا رو برداشته و چیکار کرده؟ گفته تکنیک جی تی دی. آقای دیوید آلن ها درباره 5 اصل مهم و اساسی صحبت کرده که الان من اینجا براتون این چرخه رو نصب میکشم. خب اولین اصلش چیه بچه ها؟ جمع آوریه. دومین اصلش پردازشه. من اینجا براتون شماره هم بزنم ببینید که چرخشش به چه شکله. سومین اصلش سازماندهیه. چهارمین اصلش مرور، بعد پنجمی انجام. خب که این به شکل عقربه‌های ساعت میچرخه. البته اینجوری کشیدم. متوجه میشیم بچه‌ها؟ این از بحث که چرخه تکنیک
GTD آقای دیوید آلنه که شما همیشه باید جمع آوری کنی. جمع آوریات فقط فیزیکی نیست، ذهنیه. ذهنی هم فقط نیست، فیزیکی، یعنی هر دوتاش هست. ذهن شلوغ مثل یک اتاق شلوغه که تو نمیدونی مثلا فلان وسیلت شارژ سیم شارژر الان کجا، زیر پتوت، زیر لحافت، نمیدونم زیر دوشک، باید درست همه چی سر جاش باشه. خب بعد باید پردازش کنی. آقا این کارهایی که من نوشتم خب ببینم که باید چجوری دسته‌بندیشون کنم. بعد سازماندهی یعنی اولویت بندی. بعد مرور. بچه‌ها شما یه کاری رو در طول روز انجام یعنی می‌نویسید تو کار روزانه‌تون، ولی باید همیشه این بحث مرور رو داشته باشی. آقا مرور رو کنم ببینم آیا الان باید اینو انجام بدم. خب یعنی خودت این سوال بپرس، الان وقتشه این کارو انجام بدم. ها اینو باید همیشه داشته. و بعد میرسه به مرحله انجام دادن که باید انجامش بدی. خب خانم مقتدی اصلی میخوای سوالتو بپرسی، میکروفونتو باز کن، سوالتو بپرس. بقیه هم سوالاتشون آماده کنن که بیان بالا سوالشون رو بپرسن. خب بیاد دیگه. کی سوال داره؟ حسین اسکندری سوالتو بپرس. من میتونم امکان دسترسی. آره محمد امینسی تو تایپ کن اگه مشکل یه چیز داری. خب حسین اسکندری میتونی بیای بالا بپرسی سوالتو. صدا میاد؟ آره بپرس. اوکی شد. سلام و امیدوارم جمعه خوبی داشته باشید. خیلی سریع سوالامو پرسم. آقا من تو این دوره سعی کردم خیلی این نکاتی که گفته رعایت کنم. از یه جایی به بعدش دست من نیستش، یعنی کاری کنم یا کار میکنم کاری متغیره، یعنی طرف باید بیاد یه کاری رو به من تحویل بده که بعد دوباره یه چیزی بگیرم به این اضافه کنم بهش تحویل بدم. این باعث میشه که من نمیرسم به اون برنامه‌ای که باید انجام بدم، سر ساعت بخوام سرشم. اینا رو چجوری میشه مدیریت کرد؟ ببین صدای خود قطع شد. منظورت این بود که گفتی مثلا تو کارت با یه کسی دیگه است، بعد اون نمیاد کارشو به من بده من بقیه‌اش انجام بدم، درسته؟ نه یک کسای دیگه. آها. ببین کارهایی که با مشترک داری با دیگران، اولا که آدمای درست رو انتخاب بکن برای کارات. ببین تعهد به زمان خیلی مهمه تو کار تیم ورکی. خب آن تایم بودن خیلی مهمه. من خودم خیلی حساسم. ها اگه بخوام با کسی کار بکنم خب این چیزا برام به شدت مهمه. آقا طرف سر وقت میاد، تسکایی که بهش میدم و انجام میده. یعنی اینا رو توی کار باید حواس، یعنی رفاقت یه حدی داره، کار کردن هم یه حد، یعنی رفاقت رو نباید تو کار کردن میکسش کرد، چون کار یهو منفجر میشه میره رو هوا. این از این. مورد دوم، من اینجوری باشم با طرف دیگه قطع همکاری میکنم. حالا ممکنه بگی راه حل بده، آقا الان من نمیتونم کاری بکنم، نمیتونم باش قطع همکاری کنم. اوکی، تو اون کارا رو تو شاید میذاری و کارهای دیگت رو تو باید میذاری. برای اون کاری هم که تو من اون کاری که وصله به یک نفر دیگه و دخیل در اون کار، خب یک تایم میشه گفت مثل اون تایم زاپاس، بذار اینجوری بگم، تایم زاپاس باید در نظر بگیری. خب و باید با طرفت اتمام حجت بکنی، بگو ببین به فلانی داری با من کار میکنی، با هم رفیقی، ولی کار کردن تو به این شکل داره به زندگی من صدمه میزنه، پس لطفاً تکلیف تو با من مشخص کن، یا منظم کار کن یا اینکه آقا همکاری کاری دیگه نداشته باشیم. در اصل تو دوست میتونیم بمونیم ولی همکاری کاری نمیتونیم داشته باشیم. و گفتم راهکارش اینه که تایم زاپاس براش در نظر بگیری. خب مثلا اون چرخ زاپاس تو ماشین صندوق عقب است، اینجوری باید بهت بگم، راهکار دیگه ای نداره. چون اگر بخوای کار دیگه بکنی شاید خودتو بخوری دیگه، خودخوری کنی، نشخوار فکری بکنی و به قول معروف اعصاب و روان تو به هم بریزی. خب خانم مختاری از سوالات بپرس، بقیه هم سوالاتشون داره زیاد میشه. میخوام خانم مختاری شروع کنن. من لایسنس هم نیاز دارم، چیکار باید بکنم؟ باشه صبر کن بهت میدم لایسنس تو. چش قربانت فعلا. خب بیا خانم مختاری بپرس. سلام، خسته نباشین، وقتتون بخیر باشه. در مورد توی انرژی فیزیکی که در مورد خواب صحبت کردیم، این که گفته بودیم میانگین بگیم برای هر هفته هر روز و اینها،
من خب خیلی وقت برنامه ریزی میکنم و تقریبا ساعت خوابم الان دستمه دیگه، ولی خب تازه تمام کردم دانشگاهمو. الان خب من دقت میکنم برنامه با 10 ساعت مثلا دیگه روزم کاملا اوکیه و میتونم کامل تمرکز کنم و کلا به کارم برسم. اینو من چیکار کنم؟ 10 ساعت یکم خیلی زیاده برای خواب شبانه. اینم بگم که من قبلا که خب توی کلا تایم دانشجویی من ساعت خوابم نهایتش خیلی بیشتر 6 ساعت میشد. معمولا تایمی که امتحانات شبم بیدار میموندم یه سری وقتا. 3 روز یه بار یه رو ازش کم کن، یا مثلا 4 روز یه بار، 5 روز یه بار، نمیدونم ببین مدل چجوریه، ولی زودتر از 3 روز نباید کمش بکنی، زودتر از 48 ساعت نباید بشه. یه رو ازش کم. خیلی ممنونم ازتون، لطف کردیم. متشکرم. قربان. خب بریم سوالات، چند تا کامنتی سوال جواب بدم. محمد امین نصیری پرسیدی که چطوری میتونیم روی موضوعی عمیق تمرکز کنیم. من کتاب خوندنی حس میکنم کیفیت یادگیریم پایینه، انگار که دارم دکانی میکنم. اینا رو حالا من تو بخش یادگیری من به یادگیری چیز بهتون میگم. از نشونه گذاری توی کتاب استفاده کن. قرار نیست کل که دیدی کتابای بعضیا رو میگیری فقط برداشته کل کتابو هایلایت کرده، بعد بهش میگی بابا این چیه واسه این همه رو میدونی، میگه نه، میگه بابا چی هایلایت کردی، میگه از خوشگلی. اینجوری نباشید. ببین یه سری نشونه‌ها برات بذار. مثلا هایلایت، مثلا من خودم تو زمان مثلا دانشجویی اینجوری بود که مثلا دو تا هایلایت داشتم، مثلا 3 تا بود. سبز زرد صورتی بود دیگه. آره دیگه الانم صورتی. خب لول داشت، یعنی زرد خیلی ملو بود، یعنی اونقدر اهمیت نداشت. سبز مهم بود. قرمز صورتی خیلی های لول. یه سری جاها هم مثلا دیدین دیگه، مثلا این مثلا یه نوشته‌ایه، خب فرض کنید یه نوشته‌ایه، بعد مثلا نیم خطه، این اینجوری نشونه گذاری میکنه. خب یا مثلا میره رو متن چیکار میکنی؟ به قول معروف چی میگه، حالا من دارم اینجا تستی براتون چیز میکنم، هایلایت میکشی. خب که حالا مثلا هایلایتاتون رو از این 3 تا رنگ جدا نشه. بذار اینجا رنگاشو پیدا بکنم. یکی سبزه و یکی چی بود؟ صورتی بود. یه ساز صورتی رو پیدا کنیم. خب این صورتی. خب که حالا الان روبروش هم براتون می‌نویسم دیگه. کم اهمیت، اهمیت متوسط، پر اهمیت. خب متوجه شدی محمد امین؟ اینجوری این کارو بکنی خیلی نتیجه بهتری میگیری. خب بعد مثلا گفتم دیگه یه سری جاها هم از این چی میگونی، از این نشونه گذاری به قول با مداد، خب زیرش خط میکشی. خب این باعث میشه که یادگیریت بهتر بشه. بعضا من دیدم از این استیک، من دوربینم چیزش بس وبکمم قطعه، بعضا از این استیکی نوتیای فلشی، حالت فلش داره، خب از اونها هم میتونید استفاده بکنید که مثلا نشونه گذاری بکنید تو اون صفحه. سعی کنید که پا ورقه نویسی کنید یه سری چیزا رو برای خودتون. خیلی شلوغ پلوغ نکنید کتابو که سرگیجه بگیری خب تو بحث یادگیری، ولی نشونه گذاری کن، کد گذاری. خب ببین مثلا من تو زبان انگلیسی خیلی میگن این اشتباهه، واره اشتباهه. خب ولی مثلا یه سری کلمات خیلی الان تو آلمانی هم من خودم استفاده میکنم. خب مثلا اونایی که آلمانی میخونن میدونن دیگه، این بحث داز و در و اینا خیلی آرتیکل ها اصلا یه حالت اشک آوری داره، اذیت میکنه. خب برای اینا مثلا من کد گذاری میکنم. خب این کد گذاری کردن شخصی سازیه. یه سری کلمات تو انگلیسی یا مثلا تو درستون یا مثلا بچه پزشکی، مثلا من دیدم یه اصلا علائم و یه سری ویروس ها و انگل ها و میکروب ها رو میخونن که اصلا یه اسمی داره فقط 7-8 تا سیلابه. خب و میگم فلان چجوری اینا رو حفظ میکنی؟ میگه مثلا ببین همین تکنیک جی تی دی رو دیدید بچه‌ها؟ خب اینم همینجوری فرض کنید دیگه، اون اول هر حروف اول. مثلا گفته ابلق، خب
مثلا این اش مال یه چیزه، این بش مال یه چیزه، این لش مال یه چیزه، این قش هم مال یه چیزه. مثلا این مثلا میاد مثلا میشه ترکیب یک کلمه چند سیلابی. مثال دارم میزنم اینجوری تو ذهنتون نشونه گذاری بکنید. خب برای خودتونم بکنید، اینو به هر کسی نمیتونی به تجویز بکنی، چون اصلا ممکنه با این مدل کدگذاریه اصلا نتونه ادپت کنه خودشو، عادت بده خودشو. خب مدل بعدی ها هم تو جلسه یادگیری بهت میگم که ما ببین بچه ما یه چیزی داریم به اسم ریتنشن، میشه گفت ریترن نمیشه. خب ما یه بحث ریترن داریم که تو یادآوری تکرار میشه. خب که به قول معروف میشه بحث، این میشه به قول معروف دوباره. خب یعنی دوباره میشه. خب یعنی باید یه بازگردانی، رفت و برگشت. خب رفت و برگشت. خب یه دونه چی داریم بچه ها؟ ما یه دونه بحث به قول معروف ریتنشن داریم. خب که این هم خیلی مهمه و من دیدم که توی بحث مارکتینگ و اینا انجام میشه، ولی ما باید ریتنشن کنیم برای خودمون. خب یعنی یه چیزی رو یاد گرفتی، خب یه چیزی رو یاد گرفتی و باید الان برای خودت چیکار کنی؟ این یه جورایی میشه بازگردانی، خب یا مرور. خب باید برای خودت ریتنشن داشته باشی تو بحث یادگیری. خیلی مهمه. یه چیزی رو یاد میگیری باید یه از بقولار فرمول جعبه لایتنر استفاده کنید. خب این خیلی مهمه به خاطر اینکه این فرمول بقولن تو ذهنتون بهتر میتونید برای خودتون چیز بکنید، یادآوری بکنید. خب این از این سوال محمد امین نصیری. خب بریم سوالات بعدی. خب دیگه به قولا چطور مطالعه مفید داشته باشیم؟ گفتم دیگه ابوالفضلی، وقتی من میگم ببین خیلی از بچه‌ها مثلا میگم آقا من میخوام مثلا درس اینم بگم، خب گوش بدی بچه‌ها، درس مثلا A رو خب براش مثلا 4 ساعت وقت بذارم. متوجهی؟ 4 ساعت میخوای براش وقت بذاری. از اینجا به بعد، حالا من اینو تو دوره یادگیری هم میگم تو اون جلسه دیگه، نگو 4 ساعت، بگو که از این 4 ساعت چند تا پومودورو در میاری. دیگه پومودورو هم دیگه شخصی سازیه دیگه. حالا برای یک کسی خب 25 یعنی چی؟ یعنی 25 دقیقه میخونه، 5 دقیقه استراحت میکنه. برای یکی 30 خب یعنی 30 دقیقه میخونه، 10 دقیقه استراحت میکنه. یک کسی 45-15 خب یعنی میخوام بگم که اصلا خودتو درگیر این قوانین آی 25 و آی پومودورون به هم میریزه، اینا درگیر ضابط و قاعده نکن تو این چیزا. ببین مدل یادگیری چیه؟ همونو پیاده سازی کن. آقا مدل 1 ساعت 15 دقیقه است. خب 1 ساعت 15 دقیقه. برو انجامش بده آقا. چرا فکر میکنی بیشتر 1 ساعت؟ آقا تو میتونی 1 ساعت پشت سیستم بمونی. منم میتونم روی سری کارا 1 ساعت پشت سیستم بمونم یاد بگیرم. برو انجامش بده. خب از این 4 ساعته ببین چند تا پومودورو در میاد. اینو از خود بپرس. خب ببین که چند تا پومودورو در میاد، تعداد پومودوروهاشو مشخص کن. مثلا بگو انتا، خب مثلا انتا 20 دقیقه‌ای. خب اینجوری بهتر میتونی تو اون 20 دقیقه تمرکز بکنی.
تا اینکه بخوای مثلا خودتو درگیر اون 4 ساعته بکنی. هی بگو آقا از این بعد بگو من 4 ساعت برای این درس وقت میذارم، ولی از اون 4 ساعته انتا پومودورو میذارم. اینجوری بهتره. خب بچه‌ها لایسنس همتون میدم. چشم. گفته که حالا بذار حسین اسکندری بذار من سوال بهداد جواب بدم، بعد تو هم بیا بالا بپرس. خب بهداد پرسید آقا من شب خیلی پرانگیزم ولی روز بعدش انگار نه انگار دیشب بعضی بچه‌ها ببین من اینجوری نمیدونم در مورد نایت پرسون شنیدید دیگه. خب حالا اینجوری نگم، آدمای شب کارن، خب آدمای روزکار، آدمای شب کار. خب یعنی اینجوریه که شب مدل یادگیریش بهتره. خب ولی با این نباید عادت بشی. مثلا دیشب یکی از بچه‌ها مثلا دیشب تا 4-5 صبح بیدار بودن. خب یه سری کارا عقب افتاده و کار خودم داشتم انجام میدادم. بعد یک کسی اومد به من پرسید، من چند تا استوری در مورد این اسپیس ایکس و اینا گفتم، بعد به من ریپلای آقا تو چه جوری میخوابی که الان تا این وقت بیدار؟ من گفتم آقا ببین من بازه‌های خوابم مثلا بعضی روزا 3 تا 2 ساعته، بعضی روزا مثلا 3 تا 3 ساعته. خب یا مثلا 2 تا بقول 4 ساعته، مختلفه، متغیره. ببین یه جمله‌ای بود خیلی قشنگ بود توی این نمیدونم کی اینو گفته بود، کجا شنیدم، میگفتش که تو باید یاد بگیری که مغزت به بدنت دستور بده، نه بدنت به مغزت دستور بده. اصولا ما وقتی مثلا خوابمون میگیره چون بدنمون خوابش میاد باید بره بخوابه. خب ولی ببین سخته خورده ولی سالها زمان میبره. یعنی شاید خب برای من که زمان برد 1.5 سال تا بتونم اینو با خودم کلنجار برم کنار بیام. اینجوری که آقا تو وقتی خوابت میاد میری پتون که شو خود میخوابی، سردت میشه چیکار میکنی؟ میری لباس گرمش، گشنت میشه میری دم یخچال، کشت میشه میری آب میخوری. خب اینجا بدن داره به مغزت دستور میده، ولی تو یاد بگیری که مغزت به بدنت دستور بده. چجوری؟ اینجوری که آقا تو الان درس داری، کار داری، پاشو یه حرکتی بزن که خوابت بهتر بشه، درستو بخون، بعدا میگیری میخواد. باید با مغزت صحبت بکنی. خب شاید این چیزایی که من دارم میگم این خورده مسخره باشه از نظر شما، ولی این چیزایی که میگم من بر خودم پیش اومده و انجامش دادم و نتیجه گرفتم. یعنی سعی کن که اون مغزه به بدنت دستور بده، زمان بده به خودت. و یه چیزی که دارم تو همتون میبینم، توقع رباتگونه از خودتون دارید. به خدا شما انسانید، یعنی ربات هم باشی مشکل سخت افزاری پیدا میکنی یهو. خب ربات احساس نداره ولی انسان احساس داره، انرژی احساسی، انرژی روحی، انرژی فیزیکی. خب شما یه روز بلند میشین مودت خوب نیست، اینقدر فشار نیار به خودت. ببخشید عذرخواهی میکنم، دهن خودتو سرویس نکن سر اینکه یه کار انجام نمیشه. anyway خارجی‌ها میگن anyway بلش کن. خب من بعضی روزا بلند میشم یا گور بابای این کار که انجام نمیشه، به من چه، میخواد بشه میخواد نشه. به خود روز بعد یه جوری اون کار انجام میشه خودم به اون کاره میگم دیدی شدی اینجوری، میدونی؟ یعنی اونجا کاره داره با تو میجنگه برای اینکه نشه، ولی روز بعدی یا یه هفته بعد یا چند روز بعد یه جوری انجام میشه که تو به اون کاره میگی دیدی انجام شدی، بدون اینکه من مثلا بخوام چیکار. تو روزانه‌تون هم همینه. چرا انقدر داری مثلا طرف مریض شده افتاده تو رخت خواب، خودشو میخواد بکشه پاشه بره پای سیستم بشینه یاد بگیره. آقا ماشین مگه مثلا خراب بدون بنزین مگه مثلا میشه روشنش کرد؟ مگه میشه راهش بود؟ نمیشه برادر. ماشین بدون لاستیک نمیتونه بره تو خیابون، ماشین لاستیک خراب که نمیتونه بره توی مثلا جاده برفی. خب لطفاً اینا رو با خودتون توقعاتتون رو بیارید پایین. ربات توقع بزنید اینجا بنویسم، این همیشه توقع رباتگونه از خودتون نداشته باشید. اینو خیلی حواستون باشه بچه‌ها. آقا یه کاری انجام نمیشه ولش کن، بی خیالش شو بابا. چیه مغز خودتو سایدی تو یه روز که اصلا این کار الا و بالله انجام میشه؟ به خدا اینجوری بشه که خدا هم بیاد زمین اون کار انجام نمیشه، تو هم خودتو الکی اذیت کردی. خب اینجوری بهتون دارم میگم. خب حالا بذار بریم یه اونایی که بچه‌ها که دستشونو بردن. حسین اسکندری بیر سری سوالتو بپرس. بودو حسین اسکندری. اینترنتت هم مثل اینکه کانکشنت ضعیفه، صدات قطع و وصل زیاد میشه.
اگه نمیشه آرمان رشنوی بیاد بپرسه. آرمان رشنوی میکروفونتو باز کن بپرس. الان صدام هست؟ فکر کنم من با آره تاخیر می‌کنم. آره حسین بپرس سوالتو. گفتم سوال همین یه راه حل برای زمانی میدونیم یه چیزی رو قبلا خوب بلد بودیم ولی یه مدت گذاشتیم کنار یادمون رفته، چه جوری مرور کنیم که برگردیم به همون حالت قبل؟ از واسه صفر همینه بهتون میگم جزوه بنویسید دیگه. جزوه نویسی یکی از عوامل یادآور بازی با بذار اینجا برای بنویسم. خوب شد میپرسیدی. این بهداد مرادی اینجا اون اول خیلی در مورد جزوه نویسی ممانعت چیز میکرد، مقاومت میکرد. الان عین چی جزوه مینویسه. خب جزوه نویسی یکی از فوایدی که داره بازیاد آوری مطالب داره تو ذهنتون. خب بچه جزوه هم قرار نیست خطی کنید و باز خودتون همه جور و همه چیز. سعی کنید تو جزوه هاتون خلاصه نویسی. حتی من بعد یه بار برم جزوه ها تو انباری بیارم. من اون روز داشتم اینا رو وزن می‌کردم. 78 کیلو من جزوه دارم رو کاغذ. خب بعد مثلا جزوه من هر کسی ببینه مثلا فکر میکنه که مثلا این چقدر رمزگذاریه فلان، نمیدونم اینا چیه اونا چیه. خب مثلا ببین مثلا تو من مثلا بهت گفتم مثلا این جمله مثلا ابلغ، خب این مثلا ممکنه نشونه برای تو یه کلمه ای باشه. تو جزوه هم اینجوری بنویس. خب همونجوری که نشونه گذاری میکنی برای یادگیری نشونه گذاری کن برای نوشتن. مثلا تو آقا داری یه کدی رو مینویسی توی برنامه نویسی، حالا هر زبانی. خب 15 خطه آقا، 15 خط رو که نمیتونی مثلا بیای اینجا به قول معروف دونه دونه واو و واو 15 لاین رو بنویسی. خب اون 15 لاین خب یه جاهایی داره به اسمش من بهش میگم قلب کد یا گل کد. خب اونا رو نشونه گذاری میکنی. خب اونا رو نشونه گذاری میکنی توی جزوت مینویسی. این مثال برای برنامه نویسی جزوه نوشتن. خب مثلا الان مثلا بچه‌هایی که مثلا دوست چند تا از بچه‌های من تو دوره الان مثلا همین مثلا چیز اومده زیادخانی سر کلاسه. خب نمیبینمش. آره علیرضا مثلا علی زیادخانی الان مثلا داره دوره منتورشیپشو میزنه. مثلا این به من میگه من چجوری جزوه نویسم، میگم اینجوری نشونه گذاری بکن. خب مثلا بهداد خودش داره دورش رو ادامه میده. خب اینا اینجوری باید نشونه گذاری بکنید بچه‌ها تو جزوه نویسی. متوجه این؟ خب اوکی شد اسکندری؟ آره متوجه شدم. همون بحث کدم تنها چیزی که به ذهنم رسید همین الان، این که مثلا ما میایم تو وب کلی چیزا میسازیم که بر اساس یه چیزه، اون بر اساس یه چیزه رو من تو ذهنم داشته باشم، ساختنی‌ها رو بعداً میتونم حالا به دفعات بسازم. خب دیگه نکته گل شما اینه که تو چه حالتی این انجام بشه. ببین انجام متوجه منظورت نشدم، خود بازش کن. مثال گفتم مثلا گفتید گل کد یا اون نکته مهمه رو تو جزوه بنویسید. مثال ما میایم تو وب میگیم بر اساس فلان کار یه سری کارها انجام بشه، اونی که اون کارها تو چه زمانی انجام بشه میشه میبینی و بنویس. همون چیزی که میبینی و بنویس. آره ببین یه زمانی از جزوات داری رو کاغذ می‌نویسی، یه زمانی از مثلا جزوه مثلا تو الان مثلا تو پد می‌نویسم، خب تو تبلت می‌نویسم. خب من میتونم مثلا بیام عکس بگیرم اون عکس رو اینجا اینجوری بذارم. خب متوجهی؟ ولی تو اینو تو جزوه سخت میتونی بذاری، پس باید بنویسی دیگه. یا مثلا باید بنویسی اونجا رو مثلا یه دونه هایلایت بکنی. خب اون تیکه رو یه هایلایت بکنی، بعد مثلا اونجا بنویسی AZ، بعد AZ رو برای خودت تو کدات تعریف کرده باشی. متوجهی؟ اینجوری هم میتونی مثلا تو جزوه نویسی خلاصه نویسی کنی. خب آرمان رشنویس بیا بالا سوالتو بپرس. هستش نیستش؟ صدا منو داری نداری؟ میگه دسترسی داری عزیزم، بیا اونجا اون چیزا رو بزن اونجا، اون قسمت میکروفون تو باز کن خودت. دسترسی داری؟ حالا تو تا دسترسی تو باز پیدا بکنی من سوالای کامنتی رو جواب بدم. اسماعیل محمدزاده گفته چجوری برای یک ویدیو آموزشی زمان دقیق تعیین کنیم؟ یک ویدیو مثلا 1 ساعت 1 ساعت. آها سوال خوبی پرسیدی. چند روز پیش می‌کردم بچه‌ها که ببخشید داشت
دوره جی او آی یاد میگرفت از من میپرسیدیم، من گفتم که مثلا ببین ویدیو مثلا 30 دقیقه است، خب ویدیو 30 دقیقه است، خب تو باید ببینی این ویدیو 30 دقیقه رو تو چند دقیقه میبینی. اول اینو برای خود محاسبه کن. اول خب محاسبه دیدن یک ویدیو 30 دقیقه. بچه‌ها فیلم سینمایی که نمیبینیم، سریال نمیبینیم که مثلا خب که مثلا فقط 30 دقیقه ببینی بگذره بره، خب نه، باید ببین چی داره میگه. خب بعد 30 دقیقه رو محاسبه میکنی، بعد دوباره میای میگی که با جزوه نویسی، خب زمان جزوه نویسی، خب اون زمان جزوه نویسی رو داری به این 30 دقیقه اضافه میکنی. خب بعد زمان جزوه نویسی، حالا زمان دیدن و علاوه جزوه و علاوه کد نویسی، اون ویدیو آموزشی که داری میبینی کد داره دیگه، باید اون کداش هم بنویسی. اینجوری میشه که مثلا میگم آقا من 30 دقیقه رو با جزوهشو با دیدنشو با کدش مثلا توی 50 دقیقه جمعش میکنه. اینجوری تو میتونی به تایم نهاییت برسی برای اینکه محاسبه بکنی، برای اینکه اون ویدیو رو چجوری کنی. و مثلا نوشتی که ما نمیتونیم، مثلا اونجا نوشتی چون سنگینه ما نمیتونیم اون رو توی 2 ساعت و نیم هندل کنیم. ببین اگه ویدیو 1 ساعت واقعا داری تو 2 ساعت و نیم میبینی، به نظر من یه خورده مبتدی هستی یه سایت. خب و طبیعیه. خب مثلا من خودم یه ویدیو 1 ساعته رو تو 1 ساعت و 30 جمعش میکنم. خب ولی این خیلی مثلا ممکنه مهارت بخواد تا 1 ساعت و 30 مثلا 1 ساعت رو جمع بکنی. ولی اون کسی که تازه کاره، آره اذیت نکن خودتو. وای مثلا من دارم برای یه ویدیو 1 ساعت 2 ساعت و نیم وقت میذارم، پس ببخشید دور از جونت خاک تو سرم. نه آقا طبیعیه. مثل آدمی که روز اول رفته باشگاه، توقع داری روز اولی که میری باشگاه بعد از مدت‌ها بری مثلا وزنه مثلا 20-25 کیلویی مثلا چیز بزنی، دمبل بزنی؟ نمیتونی دیگه، نمیکشه بدنت. خب بعد مثلا وزنه مثلا 7 و نیم بزنی. خب متوجهی؟ پس این از این دیگه. اسماعیل فکر کنم سوالتو جواب دادم. خب بچه‌ها گفتن آره فلش کارت خیلی مهمه. البته فلش کارت من یه خورده سوسول بازی میدونمش، ولی خب فلش کارت میشه حکم اون کاغذای توی جعبه لایتنر، چون تو جعبه لایتنر باید کاغذ بذارید دیگه برای اینکه چیز کنید. حالا من تو جلسه یادگیری بهتون قشنگ استفاده از جعبه لایتنر رو بهتون توضیح میدم. علیرضا ولیخانی در مورد افزایش تمرکز هم صحبت کنیم. ببین حتی الان آفلاین شدی اگه اشتباه نکنم. خب ببین هر عامل زائدی که باعث از بین بردن تمرکزت میشه رو بنویس و همه اونها رو حذف کن. اگر میز کارت یه جایی که رو به دیوار نیست و مثلا رو به پنجره است و مثلا ممکنه تو پنجره یه پرنده، یه کبوتر، یه کفتری بیاد بشینه، یه گنجش، که اون عامل حواس پرتی توه، برگردون میزتو رو به دیوار کن. روی دیوارم بزک دوزک نکن. بعضیا من دیدم از آلبومای عکس خانوادگیشون چسبوندن تا کادوهای ولنتاین چیزاشون. یعنی این خودش عامل مخرب یه چیزه، حواس پرتیه. بعد تا میگه من چه حواس، حالا اوکی 4 تا استیکی نوتی و این برچسبا و یادداشت‌ها رو میزنی به دیوار، خوبه. خب ولی دیگه دفتر خاطرات و دفتر نقاشی نساز جلوی دیوارت. خب یعنی اونجا باید مختص محیط چیت باشه، محیط به قول معروف یادگیریت باشه. متوجهی؟ این از بحث افزایش تمرکز. حالا آرمان رشنوی بیا سوالتو بپرس سریع. میکروفون تو با پیدا کن دوباره. میکروفون آرمان قطع شد. اومد. بیا بپرس. آره الان میاد. بپرس. ببخشید من یه مشکلی که داشتم موقع مطالعه، البته چند تا مشکل داشتم، یه خورده استرس بود و یعنی جوری بود که حتی
عرق میکردم موقعی که کلاس آنلاین داشتم. حالا همینه. مشکلاتمو حل کردم ولی مشکل حواس پرتی دارم موقعی کلاس آنلاین یا موقع درس. حالا حواس پرتی هم نه، عوامل حواس تو پرتی تو فکر بگو بهم چند تو تاشو. فکر رفتن. حواس خب پرتی نه، چیه؟ تو فکر رفتن. چی باعث میشه تو یهو فکر کنی؟ بی خودی میرم توی یه فکر، حالا یه چیزی که یه گذشته کش بگیر، یه کش بگیر. خب بله کش ماست. خب بنداز دور دستت و تو ذهنت بگو هر 3 دقیقه یه بار من این کشه رو باید بکشم به ول کنم. متوجهی؟ تو بله چند متوجه. بازه های زمانی حواس پرتی تو بیار تو ذهنت، ببین چند دقیقه است. خب بله. و تو ذهنت اینجوری برای خودت بذار که من هر 2 دقیقه یه بار 3 دقیقه یه بار این که من این کارو میکنم و این کارو میکردم قبلا. خب بله. این کشه رو میبستم به دستم، بعد مثلا باش به قول معروف یهو میکشیدم ولش میکردم. وقتی که دیگه حس میکردم دارم میرم توی به قول معروف فکر و خیال و این باعث میشد منو برگردم. این یه تکنیکشه. خب تکنیک دیگهش اگر سر کلاس آنلاین نیستی، مثلا سر یادگیری داری یاد میگیری، واسه چی انقدر من دارم زور میزنم که آقا پومودورو داشته باشی تو اون ساعتاتون؟ چون پومودورو آلارم میذاری، آلارمه بهت آلرت میده، اون ساعت آلارمم بذار جلوت ببینی که داره هی میچرخونتش اون زمانو. خب استفاده کنید، یعنی این چیزا که من دارم میگم تا استفاده نکنید نمیتونید خروجی بگیرید. این حرفا تا یه جایی براتون قشنگه، عمل کردنش، قشنگ بودنشو به توان 100 میرسونه. متوجه این؟ بله آرمان بله. یه مشکل سوال دیگه بعدی میتونم بپرسم؟ بپرس. اه، حالا شاید دیگه خوردم خنده دار باشه ولی نه خب من خنده‌دار نیست، بپرس. حقیقتا یه کلاس که حالا یه کلاس آنلاین دارم، صبح حتی سعی میکنم شب قبلش زود میخوابم که خسته نباشم سر کلاس و اینکه صبح قبلش حتی یه دوشم میگیرم. اما سعی میکنم که متمرکز باشم روی کلاس، ولی متاسفانه ما بین کلاس نمیدونم چطوری خوابم میگیره. ببین آقا تو باید بری پیش متخصص خواب. این تا یه جای تکنیک جواب میده، باید بری اون استاندارد بررسی کنه. مثلا بعضی میگن مگه متخصص خوابم داریم؟ بله متخصص خوابم داریم. خب سوریه که بچه‌ها بودش بکنم نمیدونم کی بکنم نمیدونم یکی از بچه‌ها بود ما گفت من اینجوری اونجوری بودم برو پیش متخصص خواب. خب بعد اون بری بهت بگه چیکار بکنی. خب ببین این تخصص، ببین همونجور که تو میری پیش یک آدم متخصص از زبان انگلیسی مشورت میگیری، میری پیش یک آدم متخصص از برنامه نویسی مشورت میگیری توی این بحث سلامت، چون خواب با بحث سلامت روانت در ارتباط دیگه، باید پیش یک آدم متخصص پزشک این کاره بری آقا من این خوابم میاد چه عاملیه چه مشکلی. خب حالا اون روز من و تو با هم یه صحبتی کردیم. خب دلایل زیادی داره، حالا من اینجا نمیتونم جلو همه بهت بگم. خب آره ولی حالا بعدم بهت میگم که حالا اون مشکلات تو گفتی داری حل میکنی. خب یعنی یه خورده اون بحث به قول معروف اون مشکلاتی که داری برگرد چیز بشه درست بشه دیگه خوابت نمیبره. خب من مثلا میدونم دلیلش چیه ها، ولی الان اینجا مثلا نمیتونم بگم. خب متوجه هستم. آره ولی خب اون روز ما هم صحبت کردیم دلایلش رو بهت گفتم. ولی میگم برو پیش متخصصه که اون راحت تر، چون باید یه سری پارامترها رو بسنجه درونت تا ببینه که مثلا چی است چه مشکلی هستش و بعد بهت بگه چیکار کنی. اوکی سوالت؟ متشکرم آقا امین، لطف کردید. قربانت. خب بریم سوال خانم حیدری. حالا که 2 تا زبان میذاریم تو برنامه که بخونم یا چند تا کار سنگین تو روز انجام بدم وسط، خب دیگه خود داری میگی دیگه 2 تا زبان میذاری تو کار که انجام بدی. ببخشید خانم حیدری مگه تراکتوریم ما؟ چه کاریه آخه مثلا؟ من شما میتونی تو نهار هم قرمه سبزی بخوری هم زرش پلو با مرغ؟ مثلا کار خیلی کثیفیه اینجور برنامه ریزی. خب وسط روز بعد توقع داری وسط روز خسته هم نشی؟ نمیشتی وسط روز خسته میشیم. چیکار دیگه باید بکنی که خسته نشی؟ میخوای روزی 5 تا 10 ساعت بخوای یا کم؟ میگی چیکار؟ بهت گفتم دیگه وقتی برام داری 2 تا برنامه میذاری، چند تا کار سنگین هم میذاری، بعد میخوای خسته هم نشی؟ نه عجیب بود سواله. خب خانم آره ابراهیمی گفته خودتو با ایلان ماسک مقایسه. ایلان ماسک هم واقعا کم میاره بچه‌ها. نگاه نکنید الان میگه 60 تا 100 ساعت در هفته کار کنید.
میگه که آخه حتی یه سوالی پرسیده قشنگه بچه‌ها. اون روز بهتون گفتم که تعریف تو خودتون رو از موفقیت و دستاورد چیز کنید، مشخص کنید. این خیلی مهمه. موفقیت از نظر تو چیه؟ رتبه کنکور؟ موفقیت از نظر من میدونی چیه؟ الان من بعد از کلاسم پاشم برم باشگاه یه ساعت تمرین کنم. این برای من موفقیت امروزمه. من امروز یه جلسه باشگاه رفتم. این یعنی موفقیت. چه توقعی دیگه از خودت داری؟ توقع داری مثلا تو یه روز یه کتاب 60 صفحه‌ای بخونی؟ این برات موفقیته؟ اگه واقعا تصوری از موفقیت یکت خوندن یه کتاب مثلا 160 صفحه‌ای در یک روزه، ببین یه جای کار داری مشکل ایجاد میکنی برای خودت، یه جای کار داری اشتباه میزنی. اینو باید تو ذهنت درستش بکنی. خب این خیلی حالا نوشته دستاورد حس رضایت الزاما نمیاره. بستگی داره نگاهت به دستاورد چی باشه. میدونی؟ یعنی دو تا شخص در یک کار مشترک ممکنه برای این شخص A حس رضایت ایجاد بکنه، ممکنه در شخص B حس رضایت ایجاد نکنه. پس این دوتا رو نمیتونیم با هم مقایسه کنیم. اشتباهه. دست از مقایسه کردن با خودتون با دیگران بردارید. دو تا آدم اصلا آقا دو تا خواهر برادر دوقلو، دو تا خواهر دوقلو، دو تا برادر دوقلو، اصلا اینا درست شباهتن قیافتن شبیه همن، ولی هیچ کدومشون دستاورداشون چیز نیست، یکی نیست. چون اون علاقهش ممکنه آرت باشه، اون علاقهش ممکنه مهندسی باشه، اون هنر دوست داره، اون مهندسی دوست داره. بعد چون داداشش که مهندسی بلده چون موفق شده، اینی که هنر خونده موفق نشده پس بگه من فلانم، اینجوریم اونجوریم. نه، این اشتباهه. خب پس این رو هم داشته باشید. خب علیرضا ولیخانی گفته من توی کد گاهن به نتیجه نمیرسم، انرژیم تحلیل میره و رفته رفته از خودم ناامید میشم، به یه باگ میخورم دنیا رو سرم خراب میشه. چطور مشکل رو حل کنم؟ مشکل رو ولش کن، پاشو برو یه چرخی بزن. همون مساج گفتم دیگه، یا اون کار انجام میشه خود به خود، کار میگی دیدی انجام شدی، یا اون کار اون لحظه انجام نمیشه باید ولش کنی. چه زوریه انجامش بدی؟ مثل ماشینی که توی ماسه لب دریا گیر کرده، تو هی داری گاز خب نمیاد بیرون برادر من. باید زیرش چند تا تخت سنگ بذاری، باید زیرش یه چوب بذاری، بعد اصلا بری بوکس بقولم چی میگن، ماشینو بکشه مثلا یه ماشین دیگه. بعد تو داری دقیقا همون کارو میکنی ها، داری همونجوری با اون باگه هی داری گاز میدی، ماشین چی میشه؟ اون معروف بدتر میشه. خب عرضم به حضورتون سوال بعدی. آره بهداد خوب نوشته، گفته که به هر نحوی که راحتی جزوه‌تون رو بنویسید. راست میگه. خب محمدین اصیلی گفته که بعضی میگن یک ویدیو آموزشی رو 2 یا 3 بار ببینیم. ببین در مورد دیدن ویدیوهای آموزشی خب نباید مثلا وقتی یه ویدیو گفتم 30 دقیقه است، خب دوباره تو نباید بیای از اولین 30 دقیقه رو ببینی. توی جزوه‌ای که داری مینویسی بنویس مثلا دقیقه مثلا 1:35 مهمه، اینجا رو باید مثلا تا مثلا 2:50 اینا رو باید ببینی. اینجوری مثلا برای خودت چیکار کن؟ بازه های زمانیشو در بیار که بری اینا رو ببینی یا نری دوباره بشینی کل ویدیو رو از اول نگاه بکنی که زمانتو از بین ببری. خب یک بار دیدنش بایدیه، برای دوباره دیدن باید اون گل‌ها یا قسمت‌های طلایی ویدیو رو در بیاری، اونجا رو بشینی مرور بکنی. خب حسن مسعودی نوشته که آقا من خیلی تو انجام کارها کند عمل میکنم و خیلی وقت زیادی رو تلف میکنم. مثلا یه کاری که 2 روز باید انجام بشه 1 هفته زمان میبره. خب بهت گفتم دیگه، ببین نمیدونم اول کلاس بودی، گفتم آقا یه کسی که مثلا میخواد بیاد مثلا 4.5 کیلو وزن کم کنه، 4 کیلو وزن کم کنه،
تو 4 ماه میتونه، چرا باید بیاد اینو 6 ماهش کنه؟ به خاطر اینکه تو میای زمان نامعقول. ببین داستان اون خرگوش و لاک پشت است دیگه، مسابقه میذارن با هم دیگه، خرگوشه میره میگیره خط به قول معروف خط پایان میگیره میخوابه، بعد بلند میشه میبینه لاک پشت رد شده. خب به خاطر اینکه اون توهم اینو داره که چیه، سری میرسه پس برنده است دیگه، حالا بگیرم یه چرتم بزنم، بعد میاد برام میشه میبینه بازی رو از دست داده. اینم دقیقا همونه. وقتی تو خب یه کاری رو به خودت زور، ببین باید زور کنی، باید کنی، خب یعنی بعد با خود بگی که باید این کار رو باید تو این 2 ساعت انجام بدی. چرا توی مثلا یه هفته زمان ببره؟ این کار باید توی 2 روز انجام بشه، این کار باید توی 2 ساعت انجام بشه. 2 ساعتت بشه 3 ساعت، بعد به خود جریمه بدی، جریمه کنی خودت رو. خب اینجوری باید با خودت طی کنی را بیای. ببین من حسن مسعودی اینجوری بهت بگم، من به تو یه قولی میدم بعد من میزنم زیر قولم، چقدر من ناراحت میشی، ممکنه بعدت هم بیاد. خب حالا خودت به خودت قول میدی انجام نمیدی، از خودت بدت نمیاد، ناراحت نمیشی از دست خودت، خود مثلا با خودت اوکی. ببین اینجوری وقتی خودتو چیز بکنی، با خودت بسنجی، خودتو با خودت بسنج. بچه‌ها همتون با همتونم این جمله رو، خودتون رو با خودتون با دیروز خودتون بسنجین، با هفته قبل خودتون تو اون روز بسنجین. اینجوریه که میشه پیشرفت کرد. نگو حالا فلانی رو ببین اینجوری شده من اینجوری شدم، اون فلانی اصلا توی دنیای دیگه است، نمیتونی با هم مقایسش کنی. خب عکس انگیزشی هم تا یه جایی رو دیوارا جواب میده. من خودم اصلا دارم رو دیوارای اتاقم دیگه، ولی یه جا به بعد باید عمل کنی برادر من. تا یه جایی ویدیوهای انگیزشی و اینجور چیزا جواب، بعد یه جایی به بعد باید عمل کنی. خب محمد سینا غلامی، میکروفون تو باز کن، سوالتو بپرس. بقیه بچه‌ها هم سوالاتشون جواب دادن. محمد سینا میکروفون تو باز نمی‌کنی یا پیدا نمی‌کنی؟ خب اگر نیستش مریم حیدری، مریم حیدری میکروفون تو باز کن. صدام هست؟ آره الان صدات هست، بپرس. سلام امیر جان. من خودم یه نظری داشتم در مورد این جزوه نویسی، میخواستم ببینم به نظر تو درست هست یا نه. حالا من خودم این کورس‌های برنامه نویسی رو میبینم، من اینطوری نیستم که واقعا جزوه بنویسم، تا الان هم ننوشتم، اینطوری هم نبوده که نتیجه نگیرم. همین کدایی رو که مدرس میزنه و بعد مثلا ما بعد جلسه میریم انجامش میدیم و در حال اون کورس پروژه محوره، من اونا رو به عنوان جزوه استفاده میکنم. یعنی هر وقت که نیاز باشه یه چیزی یادم بره میرم رجوع میکنم به همون کده، یعنی جزوه کاغذی چیزی ندارم. به نظر تو همیشه باید اون جزوه باشه یا بعضی وقتا توی اینترنت کلی مثلا میتونی سرچ کنی دوباره همون مطلب میاد یادآوری میشه؟ ببین جزوه نویسی یه اصل ثابت داره، یه اصل متغیر داره. اصل ثابتش اینه که میگه بنویس. خب اصل متغیرش میگه که چه مدلی خودت شخصی سازی دوست داری بنویسی، همون جوری بنویس. حالا تو میگی من مدلم اینه، تو داری میگی چجوری مینویسی؟ توضیح بده نوشتن تو. مثلا مینویسی همون پروژه‌ای که مثلا مدرس میزنه رو من پیاده میکنم، بعد هر وقت چیزی یادم بره به همون رجوع میکنم دیگه، میرم همون یه تیکه یعنی یادت میمونه؟ یعنی یادت میمونه؟ آره. خب اگه یادت میمونه کنم اون پس اون تیترو یادم میمونه. ببین اگه یادت میمونه که خیلی هم عالی، همین راهو ادامه بده، مشکلی هم نداره. ولی اگه مثلا یادت نمیمونه، مثلا باید یه سری چیزا رو، یه سری تکنیکا رو مثلا برای خودت بنویسی، یه سری چیزا رو برای خودت اضافه بکنی دیگه، اینا دیگه یه چیز شخصی سازیه دیگه خودت تصمیم بگیر که چی میخوای و چی نمیخوای. متوجهی؟ یعنی من نمیخوام مثلا زورت بکنم الزامیه بر این که مثلا حتما و باید بنویسی. خب یه سری جاها اصلا نیاز نیست بنویسی.
داجی همون چیزی پروژه‌ای که داری برای خود طراحی می‌کنی همون حکم نوشتن داره دیگه، پس همون راهو ادامه بده. حالا این شخص سازیه دیگه، یعنی تو این مدلی قرار نیست همه از این مدل تبعیت بکنن و پیروی کنن، اون قراره که جزوه نویسی شخصی سازی باشه. متوجه شدم. ممنون. بله مخلصیم ارادت. خب خانم حیدری بیا بالا سوالتو بپرس. من سوالم راجع به اینه که برای اون بحث تمرکز مثلا من دارم یه ویدیو آموزشی رو میبینم، چشمم به لپتاپ یه 10 دقیقهش میگذره، بعد میشنوم همچنان داره چی میگه ولی ذهنم اصلا انگار میره توی جای سفید، یه جای خالی، یعنی نمیتونم بنویسم رو کاغذ که دلیل عدم گوش دادی به تمرکز آرمانش نوی چی گفتم؟ بله، ولی پیدا نمیکنم دلیل عدم تمرکز چیه، چون به چیز خاصی فکر نمیکنم، اصلا کلا یه ذهنم میره یه جای سفید، یه جایی که اصلا هیچی توش نیست، فقط نگاه میکنم. کشا رو تمرین کن 10 روز 2 هفته برو جلو ببین آیا اوکی میشه، درست میشه. بعد اگه نشد ممکنه درگیر ADHD باشی، اختلال تمرکز بهش میگن. خب باید اونو دیگه باید بری پیش متخصص. اگه واقعا ذهنت میره توی یه جای خلأ، خب یه جای چیزی که اصلا به هیچ چی فکر نمی‌کنی، همینجوری زل زدی به یه جا و به هیچ چی هم فکر نمی‌کنی. من خودم تجربهشو داشتم. این دیگه برمیگرده به اون اختلال تمرکز و ADHD. متوجهی؟ ولی این کشه رو امتحان کن، اون آلارمه رو بذار و بعد چیز بکن دیگه برای خودت، مسیر رو ببر جلو. یه سوال داشتم. بپرس. برای اینکه مثلا اون برنامه‌ای که داده بودین برای جدول درست کردن و اینا، من همه اونا رو انجام دادم، بعد یه از همون اولم که شروع کردم یه سری کارهایی که تو باید گذاشته بودم نمیتونستم انجام بدم. بعد الان که مثلا یه هفته‌ای گذشته هم انگیزه اومده پایین، هم احساس بی‌مصرف بودن و اینا میکنم، یه جوری شده دیگه نمیتونم مثل اون اول که اصلا برنامه اونطوری هم نداشتم. از نو شروع کن. اون حس به قول معروف چیز طبیعیه که مثلا بی مصرف آدم به درد نخورم و اینا همه طبیعیه. خب یعنی تو هر ذهن هر انسان بالغ و عاقلی به وجود میاد. خب ولی باید بری دوباره از نو شروع بکنی. تا از نو شروع نکنی خب نمیتونی چیز بکنی. خب باید از نو شروع بکنی تا به قول معروف بالاخره یه جا به یه نقطه یه چیز برسی دیگه، به اینکه بگی آها بالاخره تونستم. میدونی به قول معروف زور بزن دیگه. میخوای یه چیز سنگین رو برداری یا در یه چیزی رو بکنی زور میزنی، اون زورتو بزن تو یادگیریه. متوجهی؟ بله خیلی ممنون. قربانت. خب سوال دیگه بچه‌ها، سوال بپرسید اگه کسی چیز داره. بریم سراغ کامنت ها، من ببینم که چه خبره. خب پومودورو خیلی موثره. بله خانم حیدری من سوالاتتو جواب دادم دیگه اینجا سوالاتتو نمیخونم. بعد بعضی استاداتون صداشون خواب ما. آره ببین استادا همینن دیگه، مثلا میاد سر میگه سلام این مطلب رو اینجوری بکنید و مثلا اینجوری که چته خواب یارو از یه لحاف داره صحبت. خب این بعضی استادا هم اینجوری ان دیگه، ما نمیتونیم بگیم مثلا استاد محترم خود داد بزن داداش سر کلاس. نه مثلا دیدی من چرا مثلا بعضی مثلا با انرژی صحبت میکنم. خب چون اگه خودم انرژی نشته باشم شما هم اینجوری فسی اینجوری کیزی خوابتون میبره دیگه پای کلاس. خب به اینا دیگه نمیشه کاریش کرد دیگه، یا باید استاد عوض بکنی یا باید تحملش بکنی. خب علیزا گفته این حرفتون قشنگ بود، من امروز رفتم کوهنوردی اما عذاب وجدان داشتم که متولد نشم. آقا ببین یه عکسی دیدم دیروز توی پیجی، بعد زیرش نوشته بود من امروز هیچ دستاوردی نداشتم. خب بعد باید اونو بیا بهتون نشون بدم تا میذارمش توی کانال توی گروه اطلاع رسانی. بعد یه مربع اینجوری مستطیل اینجوری کشیده بود، بعد اومده و گفته بود خب این میبینی این قسمت امروز کوه رفته. خب تو مثبت بودی. بعد دیگه چیکار کردی؟ مثلا چون کوه میری ورزش کردی دیگه، ورزش کرد.
خب بعد این نواره بدون اینا، خب یعنی بدون اینا خالی بود، سفید بود. بعد وقتی اومد اینا رو اضافه کرد، بعد آخر اسلاید این چند تا رنگی اینجا بود، بعد زیرش نوشته بود دیدی چقدر امروز موثر بودی؟ یعنی بستگی داره تو چجوری موفقیت رو داری تو اون روزت برای خودت تعریف میکنی. تو مطالعه نداشتی ولی کوه رفتی، ولی ورزش کردی. خب مشکلش چیه؟ موفقیت رو فقط تو کتاب خوندن میبینی؟ الان علیرضا ولیخانی جلسه تمام شد، پاشو برو مطالعه کن. علیرضا ولیخانی الان سر این کلاسی، پس یعنی یه رنگ دیگه به این اضافه میشه. یعنی چی؟ دوره مدیریت زمان رفتم. خب ببین تو چقدر تو یک روز کار مثبت انجام دادی، موثر و مفید بودی. این پارامترها رو اینجوری باید برای خودت مشخص بکنی. متوجهی؟ این از این. اسکندری دوباره گفته که مثلا خانواده من این حسو بهم میدن که باشگاه یه چیز بی ارزشه. پس بگو این همه آدم بر اساس چربی و قلبشون گرفته و هزار جور درد و مرض دارن، بعد چیه با این شکمای گنده افتادن رو تخت؟ خب اینا باشگاه نمیرن که این شدن دیگه. اینو دیگه باید با خانواده‌ات صحبت بکنی دیگه. ولی خیلی عجیب بود من این شنیدم از خانواده. همه مشوقن، یعنی مثلا من خود آقامم بابامم میدونه من باشگاه میرم، مثلا میگه دمت گرم بالاخره داری ورزش می‌کنی. نمیدونم چجوری خانواده و بعضیشون میگن مثلا چیز بی ارزش. اگه بی ارزشه که یه سر به بیمارستانا بزنن ببینن که چند درصد آدما به خاطر چاقی دارن جونشون رو از دست میدن یا به خاطر مشکلات جسمانی. میگه با بی‌حوصلگیامون چیکار کنیم؟ سوال قشنگیه. باشون حرف بزن، باشون درد و دل کن، صدای بی‌حوصلگیاتو بشنو، من سرکوبش نکن، دیکتاتور نباش توی شنیدن صدای درونت. نه فقط من میگم تو باید بشنوی، تو باید انجام بدی، تو باید کار بکنی. نمیشه. ماشین دیدی مثلا تخ 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 مثلا میره یه جا مثلا صدا میده، داری به صدای ماشین این صدا کجاست؟ لنتشه، کلاجشه، موتورشه، زیرشه، شاسیش کجا؟ داری به صدای درون ماشین گوش میدی. باید به صدای درونت، به اون صدای بی‌حوصلگیت، به اون صدای ناراحتیت، به اون صدای غمت گوش بدی. باید باهاش مدارا کنی، باید باهاش را بیای، باهاش کلنجار نرو. باهاش نگو من اینم تو اونی پس باید من همینی که میگم باشی. به قول معروف باید التیامش بدی دیگه اون درد درونه تو از بی‌حوصلگی از دردهای انباشته شده روی هم چیز میده. خب مثلا ممکنه این حرفا، این صحبت‌ها، اینا چه ربطی به مدیریت زمان داره؟ خیلی ربط داره. خب اون روزی که بچه‌ها به من میگفتش که تو پشتیبانی میپرسید، میگم مثلا لحاظ روحی فلانم بیسارم اینجوری، بعد بهش میگم باید بری پیش تراپی یا پیش روانکاو. بعد یه چیزی رو بعدش گفتم که از این که میری پیش تراپی یا میری پیش روانکاو حس بد نداشته باش. چون بعضی آدما میگن که مگه تو دیوونه‌ای که میری پیش روانپزشک؟ اتفاقا اونایی که نمیرن پیش مشکل دارن و نمیرن پیش روانپزشک دیوونن. میدونی؟ اونایی که میرن پیش روانپزشک یا روانکاو یا تراپیست برای اینکه درد روحشون رو التیام بدن که بتونن تو بحث مدیریت کار و مدیریت زمانشون بهترین باشن، اونا دارن کار قشنگی رو میکنن. چطور ما هممون میریم استحمام میکنیم، دوش میگیریم؟ برای اینکه جسممون رو پاکیزه کنیم. روح هر انسانی هم نیاز به پاکیزه شدن داره. بعد چی؟ بعد بره پیش تراپی، بعد بره تخلیه کنه خودشون. حالا این تو هر مدلی، تو هر زمانی، تو هر آدمی فرق داره. خب پس اینو بحث اون بی‌حوصلگی‌ها رو بهتون گفتم دیگه چیکار باید باش بکنید. بیشتر به خودتون برسین. این ببین از یه باشگاه، باشگاه رفتن خیلی مهمه بچه‌ها. و اصلا یه پیاده روی در روز، وقتی تو میری پیاده روی داری به بدنت میگی ببین بدن عزیزم من دارم به تو توجه میکنم. متوجه این خیلی مهمه. خب خانم سپیده لک گفته مشکل من تو آموزش زبان هست. تا الان 100 بار به 100 روش متفاوت شروع کردم ولی وسط راه جازم. احساس بدی نسبت خودم. چطور میشه مستمر رو به نتیجه برسم؟ ببین خانم لک من نمیتونم الان یه فرمول بهت بدم مثلا بگم E = MC2.
برو این اعداد رو توش بذار، یا مثلا یه قول چراغ جادویی بهت بدم برو بگم مجی لا ترجی، قول چراغ جادو مثلا تو مشکلات تو برطرف کن. اول خودت، دوم خودت، سوم خودت، چهارم کلاسی که میری، مدرسی که انتخاب میکنی، دوره‌ای که شرکت میکنی، منابعی که داری، اینها دخیله. ببین من یادم زمان کنکور مثلا کلاسای علوی رو میرفتم، خب بعد اونجا اون مدیر اون شعبه صدخندان شعبه میرفتم، بعد اون مدیر اون شعبه به من گفتش که ببین امین این کلاسایی که داری میای 10% این منابع، این اون موقع خب استادای تاپ توی مدرسه علوی بودن اون موقع. بعد خب میدیدم که اینا همه مثلا به قول معروف همه به قول معروف چیان میان اونجا تدریس میکنن. خب میگم همه این استادا رو میبینی، این منابع، این کتابا، این آزمونها، این اردوهای آموزشی، همه اینا 10%. 90%ش اینه که آقا تو خودت میخوای که نتیجه بگیری از این 10%. اینو باید به خودت بفهمونیش، ما اینا نمیتونیم به خودمون بفهمونیم. تو میری پیش یه کسی، میری پیش دکتر، میگه آقا من درد دارم، میگه چته کجا، میگه نمیدونم. یعنی چی نمیدونی؟ تو اول این درد رو باید به خود بگی اینجا این زانوم درد میکنه. خب یا مثلا اونایی که مثلا جلسات تراپی یا پیش چی میرن روانشناسی میگه شرط اول پذیرش درداست، پذیرش مشکلات. آقا الان وضعیت مملکت همینیه که هست، من نمیتونم کاری بکنم برای اینکه اینا اینجوری میکنن. خب ولی میتونم بپذیرمش که بیام اوکی ما قرار نیست چیزی رو عادی جلوه بدیم، ولی قراره که کنارش من رو خودم کار کنم، من زندگیم ادامه داره، من باید کسب درآمد داشته باشم، من باید درسمو بخونم، من باید زبانمو بخونم. پس من اینا رو همه رو میذارم کنار هم، ولی اهداف خودم رو مد نظر میگیرم. آقا 100 بار به 100 روش امتحان کردی خانم لک، 101 بار به 101 روش دیگه متفاوت دیگه شروع کن. نشد 102 بار، 103 بار، 104 بار، 1100 بار، 1101 بار. نذار اون ویروس مغزت که بیاد تو مغزت بگه ببین مثلا من دارم شبیه سازی میکنم، من ویروس توی مغز تو هم بهت میگم ببین سپیده 1000 بار شروع کردی، این بار هم شروع کنی هیچی نمیشی. اون ویروسه تو مغز تو نذار به خودت اینجوری صحبت بکنه. یعنی برو 1001 بار شروع کن، مثلا تو اون 1001 باره که شروع میکنی 30% پیشرفت داری، تو نقطه 35% شکست میخوری. برو 1002 بار، تو 1002 بار تا 44% میری پیشرفت، تو 45% زمین میخوری. برو تو 1003 باره. میدونی اینجوری هی برو نسبت به مرحله شکست قبلی یه لول خودتو ببر بالاتر تا برسونی به اون چیزی که میخوای. ببین همه اینا گفتنش، بچه‌ها این ویدیوها رو من براتون میذارم، برید هی دوباره گوش بدید تا برید عمل بکنید. تا عمل نکنید نمیفهمید من چی دارم بهتون میگم که. همتون میگه آقا این چیزی میگه دیگه، لا چیکار کنیم؟ نه، باید بری عمل کنی بهش. هی باید بری هی به قولم میگن ترای کردن یعنی همون، یعنی تلاش دوباره کردن. خب آدمایی که میبینی موفقن چرا فکر می‌کنی موفقن؟ چون دوباره تلاش کردن. همین. دیگه ازشون بری بپرسی چرا به نتیجه رسیدی، میگه دوباره تلاش کردن. متوجه این؟ پس اینو انجامش بده. علیرضا رجبی گفته به نظرم یکی از دلایل تمرکز در کلاس آنلاین اینه که درگیر نیستم و فقط نگاه میکنم. به خاطر همینه میگم نوت بردار، کتابو بنویس، این که درگیر باشی. خب آفرین. بهدادم که خوب گفته چطوری برنامه‌مون رو سنگین تر کنیم به باز. خانم جوادی چرا میخوای برنامه‌تو سنگین کنی که به بازدهی آسیب نرسه؟ چه جوری میشه؟ مثلا تو پراید میتونی 7 نفر جا بدی ولی همه چی اوکی باشه؟ نمیشه که آخه. یا مثلا توی یه اتوبوس 25 نفره میشه 50 نفر جا داد؟ نه نمیشه، واقعا احتمال چپ کردنش داره. دنبال این من بهت بگم بیا خانم جوادی این فرمول بگیر برو توش انجام بده اوکیش کن. نه نمیشه واقعا. توی یه لیوانی که ظرفش مثلا 1 لیترابه، خب 1 لیتر رو 10 سی سی بریزی لبریز میکنه. پس نکن این کارو.
خب خانم دوستی گفتی وقتی تو کد به باگ میخورم تا رفع نشه ذهنم درگیره و خیلی فراتر از تایمی که بهش اختصاص میدم وقتی دیگه به برنامه‌ریزی. آها ببین برای باگاتون تایم بذارین. آقا این باگ منه 20 دقیقه بهت مهلت میدم حلش کنی. به باگت هم اینجوری بگو ببین به باگت بگو 20 دقیقه بهت مهلت میدم حل بشی، حل نشدی خدافظ میرم بعدی. خب بیشتر از اون بهش تایم اختصاص ندید چون دچار این نرسیدن به برنامه ریزیت میشی. خب نوشته که ورزش میکنم خوبه، به خدا میگم باشگاه بری که چه بشه هیکل چی بگم حسین اسکندری، واقعا من نظری ندارم. خب من وقتی برنامه داشتم برنامه‌ریزی می‌کردم شروع کردم مختلف بودم. حالا دیگه هر کسی خانواده‌هاشون یه مدل دیگه باید باهاشون صحبت کنید. بچه‌ها من مثلا بابای خودم درسته مثلا زمان برد تا بهش توجیه کنم آقا مثلا اینجوریه اونجوریه، ولی بالاخره قانع شد. یعنی اومد اینجوری کرد که اوکی آقا تو بالاخره اونی خواستی شدی که می‌خواستی. خب دیگه ول کرد دیگه. این داستان هم همینه. خب بچه‌ها دیگه بکنم دیگه سوال مال نرید دیگه، مثل این که کسی دستش بالا نیست و سوالاتتون هم حل شده گویا. صدا منو دارید؟ صدا منو دارید؟ آره من یه لحظه چیز شد دستم خورد پریدم از کلاس رفتم بیرون ببخشید. خب مثل این که دیگه کسی سوالی نداره و به قول معروف جلسه رو میتونیم ببندیم و دیگه لایسنساتون هم به رو چشم. من حتما لایسنساتون هم سعی میکنم که تا به قول معروف تا پایان تعطیلات شنبه لایسنساتون رو بهتون بدم و ارسال کنم و ویدیوها هم حالا رکورد شده باید بارگذاری کنم روی سرور که اوکی باشه. خب مثل اینکه چند نفر دیگه سوال دارن دستشون رو بردن بالا. سوال دارم سجادی کیا بیا بالا سوالاتو بپرس که چیز بشه. خانم مرادی گفته این جلسه رو جزوهشو بنویسیم بفرستیم پشتیبانی. نه نمیخواد جلساتی که مال چیزه نیازی نداره. بچه تو دل این پرسشاتون پاسخهایی که دادم کلی نکته بوده کلی راهکار بوده اینا خودش این جلسه خودش آموزشی بوده فکر نکنید فقط پرسشی پاسخی بود. کلی به قول معروف چیز یاد گرفتیم. خب یا سجاد کیا صدا من داری؟ بچه کلاس به پایان رسیده، اگه میخواید برید میتونید کلاس رو جلسه ترک کنید و برید. اونایی هم که سوال دارن من میمونم سوالاتشون رو بتونم بپرسن و جوابشون رو بدم. اگرم بازم سوالی براتون ایجاد شد میتونید تو اکانت پشتیبانی بفرستید من براتون وایس میگیرم و میگم که چجوریه. سوالی نیست بچه مثل این که نه؟ سجاد تو بکنم میکروفون تو پیدا نمی کنی، اگه پیدا نمی کنی بیا اکانت پشتیبانی سوالتو بپرس. چون داره 90 دقیقه میشه کلاس بعد کلاس رو ببندم یه هنگ کرد. اوکی باش من یه 2-3 دقیقه دیگه صبر میکنم اگر کسی خواست سوالشو میتونه بپرسه. خسته نباشید بچه‌ها شما هم خسته نباشید به معروف تعطیلات خوبی داشته باشید و برای روز یکشنبه طبق تقویم آموزشی آره دیگه یکشنبه است دیگه یکشنبه چون شنبه که کلاس نداریم
یک شنبه میبینمتون و جلسه آموزشیه، قراره که نکات دیگه رو بیشتری و در مورد مدیریت زمان و برنامه ریزی تو جلسه یک شنبه با هم داشته باشیم. خب سجاد، مثل اینکه تو کلا نمیتونی بس بشی، اشکال نداره، بیا اکانت پشتیبانی سوالتون رو بچه‌ها من دیگه در کلاس و جلسه رو قطع میکنم. مراقب خودتون باشید. یک شنبه 5:30 صبح 23 بهمن ماه میبینمتون. فعلا روز و شبتون بخیر.